خداوند به حضرت محمد فرمودند به آنهایی که دعایشان اجابت نمی شود بگو این ذکر کبیره را بخوانند: اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم. یعنی خداوندا تو را به بزرگترین نامت قسم دعایم را اجابت بفرما. و رسول خدا فرمودند این ذکر را هر وقت بخوانی صدای دعایتان به عرش الهی میرسد و خداوند دعایتان را اجابت میکند. این ذکر کبیره رو حتما بخون و برای عزیزانتم بفرست و بگو الهی خداوند به حضرت محمد فرمودند به آنهایی که دعایشان اجابت نمی شود بگو این ذکر کبیره را بخوانند: اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم. یعنی خداوندا تو را به بزرگترین نامت قسم دعایم را اجابت بفرما. و رسول خدا فرمودند این ذکر را هر وقت بخوانی صدای دعایتان به عرش الهی میرسد و خداوند دعایتان را اجابت میکند. این ذکر کبیره رو حتما بخون و برای عزیزانتم بفرست و بگو الهی به امید